واقعا چرا برای بچه‌هاتون حیوان خونگی نمیگیرین؟ حیوان خونگی میتونه یکی از بهترین معلم‌ها برای بچه‌هاتون باشه و از طرفی طبق آمارهای رسمی جهانی چندین آپشن حیوان خونگی واسه بچه‌ها داره که شاید ندونین. اولیش مسئولیت پذیریه که با نگهداری از این حیوان خونگی هر روز تقویتش میکنه. دومیش تقویت حس همدلیه. وقتی یه حیوان خونگی یه نیازی داره و این نیازش رو این بچه برطرف میکنه، باعث میشه که همدلی در خانواده رواج پیدا بکنه. سومیش افزایش فعالیت بدنیه. حیوان خونگی داشتن باعث میشه که فعالیت بدنی بچه‌ها بیشتر بشه، بخاطر اینکه دائما باید باشون بازی بکنن و سمت بازی دیجیتالی نرن. مورد چهارم کاهش ترس و استرس. ثابت شده که بچه‌هایی که با حیوان خونگی بزرگ میشن استرس کمتری دارن، چون این حیوان خونگی از هیچی نمیترسه، نه از سوسک، نه از تاریکی، نه از هزاران مورد دیگه. و مورد پنجم، بچه‌هایی که از سن پایین با حیوان خونگی بزرگ میشن، خصوصا گربه‌ها، باعث میشه که آلرژی در بدنشون خیلی کمتر به وجود بیاد، چون دائما با این مواد آلرژن در ارتباطن و بدنشون نسبت به اونا ایمن میشه. حالا اگر خودت حیوان خونگی داری که هیچ، ولی اگر کسی میشناسی که میخواد حیوان خونگی برای بچه‌ش بگیره اما دو دله، این ویدیو رو براش بفرست.